سلام ارادت. اهورا هستم. اگر شما هم مثل من از زمپ استفاده میکنید و مایسکیولتون اجرا نمیشه، امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری مشکل رو برطرف بکنید. من همونطور که میبینید اپچی رو تونستم رانش بکنم، روی دکمه استارت زدم و به درستی داره اجرا میشه. اما وقتی روی دکمه استارت مایسکیول میزنم، خطای خاموش شدن داره به من نشون میده. یک خطای دیگه هم زمانی اتفاق میفته که یک پورتی که MySQL داره ازش استفاده میکنه توسط یک نرم افزار دیگه ای داره داخل کامپیوتر شما استفاده میشه و این باعث تداخل شده که MySQL شما نتونه خوب اجرا بکنه. حالا مشکلی که ما امروز داریم اون مشکل اولیه است که خودش خاموش میشه و تداخل پورت نیستش. ما باید به پوشه نصب زمپ بریم. توی درایو سی نصب شده و پوشه زمپ. من این پوشه رو باز میکنم، یک مقدار پایینتر باید بیام و پوشه مایسکیول رو باز کنم. اینجا یک پوشه هست به اسم دیتا. اینجا جایی هستش که دیتابیس های شما ذخیره شده. من این پوشه رو کپی میکنم و همینجا دوباره پیستش میکنم و یک اسم بهش به دلخواه میدم که این بکاپ اون پوشه هستش. اگر من نتونستم کاری که میخوام رو به درستی انجام بدم، میتونم این پوشه رو دوباره این قبلیه رو پاک کنم و این رو دوباره اصلاح بکنم اسمش رو و از همین استفاده بکنم. حالا که من یک بکاپ دارم، به این پوشه میرم. تو این پوشه به غیر از دیتابیس های شما این 4 تا پوشه قرار داره. ممکنه که شما بیایید اینجا یکو ببینید که 20 تا پوشه هستش. نگران نباشید، شما این 4 تا پوشه رو باید پیدا بکنید، انتخابشون بکنید و حذفشون بکنید. پس این پوشه‌ای که مون چیه؟ این پوشه دیتابیس، این پوشه یکی از دیتابیس های من هستش. تنها دیتابیسیه که من توی زم ساختمش و دارم ازش استفاده میکنم. ممکنه که برای شما 20 تا باشه. این فقط باید اون 4 تا پوشه حذف بشه. میرم سراغ فایل ها. همه فایل ها رو انتخاب میکنم به غیر از پوشه آی بی دیتا. کنترل رو میگیرم و کلیک میکنم. میبینید که از حالت انتخاب خارج شد. تمام این فایل ها رو پاک میکنم. میبینید که فقط این فایل مونده و دیتابیس های من. حالا باید چیکار بکنم؟ من به پوشه قبلی برمیگردم. یک پوشه بکاپ اینجا هستش، من باید وارد بشم و تمام فایل ها به غیر از دوباره آی بی دیتا یک کپی بکنم و برگردم به پوشه دیتا. اینجا من تمام فایل ها رو قرار میدم و میرم سراغ نرم افزار زمپ. این بار من MySQL رو استارت میکنم و میبینید که خاموش نشد. البته ممکنه که دو سه بار اول این خاموش بشه، الان ممکنه که خاموش بشه و شما بهتره که دو سه بار این کار رو انجام بدید و توی سایتتون تست بکنید. اگر سایتتون به درستی اجرا شد، یعنی اینکه دیگه اون مشکل رو شما ندارید. میبینید که من دیگه دسترسی دارم به وبسایتم و دیگه خطای دیتابیس رو من نشون نمیده. موفق و پیروز باشید. بدرود.